درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. شهادت قربان ممنانوف نهضتی 74 ساله در زندان. رئیس موقتی تاجیک صادرات بانک قصد کشتن کارمندش را کرده است. پولهای جمیله کامیلووا را کی دزدید؟ جنایتکاران یا اگرو اینوست بانک؟ انا لله و انا الیه راجعون. قربان منانوف، رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهرک نارک در زندان رقم 1 سویتسکی شب 15 به 16 اوگوست به شهادت رسید. گفته می شود طول چند روز آخر وضعیت سلامتیش وخیم بوده، گاه خون قید می کرده است. چندین مراتبه خواهش انتقال دادنش به بیمارخانه را مسئولین زندان به اینابت نگرفته اند. قربان منانوف روز 19 اوگوست سال 2015 از جانب مقامات انتظامی شهر نارک بازداشت شده بود. تا روز 28 اوگوست نه ادوکات و نه خویشان و نزدیکانش آگاهی نداشتند که او چی گناه دارد. مرحوم در سخنرانی‌هایش از منبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چندین مراتبه اظهار داشته بود که او را به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دعوت کرده و طلب کردند که از صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خارج شود. کمیته دولتی امنیت ملی چندین بار تهدید کرده بود که در صورتی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خارج نشدنش میتوانند با جرم‌های ساخته حبسش کنند. اما قربان منانوف در یک اظهاراتش گفته بود تا جان در تن دارم عضو همین حزب و خدمتگار اسلام میمانم. در این راه بودن برایم شرف است. هر کسی که امانت خیانت میکنه و ایمان ندارد، هر کسی که صداقت به دولت، به وطن، به مردم و دین ندارد، اینو باید بفهمید. آیا من خائنم؟ آیا من صداقت ندارم؟ از زبان اینا شده است. متاسفانه امروز پروکورور کار نمیکند. رفتنی پروکورور من نمیدونم به چه درجه رفته است. اما این جانب یعنی امنیت فوراً خیلی چی استراحتی رفته است. سبب بازداشت و حبس او را بسیاری ها در آن میبینند که قربان منانوف گفته بود هیچگاه پرزیدنت امامعلی رحمان را به جناب عالی گفتن زبانش نمیگردد، زیرا توفیل این رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مردم دچار آوارگی و سرسانی و کشور در حالت عقب ماندگی قرار دارد. هر کس به مقصود میرسد اگر از جان بگذرد. این برای من یک شرف بود. الحمدلله حاضرم امینت که نگه ما از جان نگذشتیم، فقط به خاطر ملت و به خاطر دولت و به خاطر کشور و به خاطر صلح نهایی که این دستاوردی همه مردم جمهوری تاجیکستان بود. به این خاطر این مردم دوارید انتخابات، یعنی که وعده داده رئیس جمهور رحمانوف برای جناب گفتن رحمانوف من زبانم نمیگردد. راهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری از قربان منانوف همچون شخصی مبارز ناترس، خاکسار و حلیم یاد کرده به پیوندان و همصفان اظهار تسلیت عرض می کند. انا لله و انا الیه راجعون. خبر شهادت برادری عزیزمان داملا قربان واقعا برای ما تکان دهنده بود و به پیوندان ایشان، به برادران و خواهران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و به همه آزاد اندیشان و مبارزان ملت تاجیک شهادت ایشان را تسلیت میگم. از خداوند برای ایشان جنت الفردوس و برای بازماندگان و برای همه امان صبر جمیل را خواهانم. واقعا داملا قربان یک رمز بودند، رمز مبارزه، مقاومت، یک رو و صمیمی بودند. با شهادت ایشان یکی از رمزها از بین رفت. ایشان انسان بسیار عادی بودند، ناعیان بودند ولی کار زیادی را انجام می دادند و هیچگاه احساس نمی شد که ایشان یک ذره هم در راه انتخاب کرده شک داشته باشند و از اون راه دست بکشند. خیلی حلیم، صمیمی و مهربان ولی در فعالیتش جدی
در کارهایش استوار. یادم هست در یکی از صحبت‌هایشون در انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با صراحت و با همون شوخی‌های زیبای خودش گفتن که هر وقت که از منزل بیرون میشوم حتما با خاندان خداحافظی میکنم، مثل که باری آخر خداحافظی کرده باشم. و معلوم شد که ایشان راهشون را انتخاب کردند و میدانند این راه کدام است، عاقبت کارشون چی هست و به سوی شهادت سربلندانه، آگاهانه و با چشمانی باز میرفتند. خوشا به حال این جوان مرد، این مبارز که واقعا شهادت رو با سری بلند، با چشمانی باز و با سینه وسیع پیشواز گرفتند. اگرچه ایشان به شهادت رسید، آرمان‌های ایشان زنده هست. زندگی ایشان، رفتارهای او، هدفهای او زنده هست. مطمئنیم که فرزندانش، پیروانش، شاگردانش و همه کسانی که ملا قربان را میشناختند این هدفها و این نمونه را در زمین نخواهند گذاشت و حتما این آرمان‌ها پیروز خواهند شد و روح ملا قربان و دیگر مبارزانی مثل ملا قربان از ما و شما تنها همان وقت راضی خواهد بود که ما این مبارزه را، این راه را ادامه بدهیم و برای نزدیک شدن پیروزی اون آرمان‌ها و اون هدف‌های والای ملا قربان و دیگر شهیدان تلاش کرده باشیم. خداوند شهادت ایشان را قبول کند، جایش جنت باشد و به فرزندان و پیوندان و دوستان یارانش از خداوند منان صبر جمیل را خواهانم. همچنین عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد سعید رضایی از شهادت قربان منانوف اندوهگین شده گفت: شهادت داملا قربان را برای نزدیکان و بستگان عزیزش تسلیت عرض میکنم و همزمان برای اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و طرفداران این شهادت را تهنیت و شادباش میگویم. تهنیت و شادباش برای عاشقان خدا، برای کسانی که در واقع طالب عدالت و آزادی هستند و باید مطمئن باشیم که اکی داملا قربان رحمت الله علیه با سعی و تلاش خودش و با این عمری بسیار هم بزرگ که بالا از 70 بودند و رفتن محبس، زندان و در نهایت به شهادت رسیدن برای ما واقعا هم یک بشارت عالی و یک مژده را از صداقتش بر خدا و بر دوستش و بر راه اختیار کردهش، صداقتش بر این مکتب عالی دعوت اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خبر داد. و واقعا هم باید بگوییم که این راه با وجود اینکه خداوند تبارک و تعالی برای ما اطمینان داده است که شهیدان زنده هستند و سعی و تلاش واقعا اکی ملا قربان یک درس عالی در این راه برای ما عاشقان خدا، برای کسانی که طالب آزادی و عدالت هستند و صداقت را بر این راه اختیار کرده نشان می‌دهد. دادگاه ولایت ختلان روز 17 فوریه سال 2016 حکم خود در نسبت 13 تن از ساکنان شهرک نارک را که برای برافراشتن پرچم گروه دولت اسلامی متهم می‌شدند اعلام کرده بود. این 13 نفر از 10 تا 25 سال حکم زندان گرفتند. در بین این 13 نفر یکی از آنها پیرمرد 74 ساله قربان منانوف بود. اما قربان منانوف این اتهام را رد کرده گفته بود این تنها مضحکه آماده نموده کمیته دولت امنیت ملی است. ناظم جان تشریپوف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سال تولدش 1961،
ساکن ناحیه طویلدره صاحب 7 فرزند در زندان کیرپیچنی شهر وحدت در اثر شکنجه زیاد به شهادت رسید. او روز 15 اکتبر سال 2015 در ناحیه طویلدره از خانه اش بازداشت و به دوشنبه انتقال داده شده بود. تا مرافعه دادگاهی هم با شکنجه و تهدید زیاد به او اتهام زیادی را بستند و با وجود ثابت نشدن هیچ گناه در مرافعه به 10 سال زندان محکوم گشت. بعد حکم او را به زندان کیرپیچنی شهر وحدت انتقال داده بودند، اما شکنجه در زندان هم قطع نشد که بالاخره ناظم جان به بیمارخانه افتاد و در همانجا 1 اوگوست درگذشت. روز 2 اوگوست جسد او را به ناحیه باختر به منزل والدینش انتقال دادند و همانجا به خاک سپاریده شد. شاهدانی که در جنازه حضور داشتند میگویند که گردن و منه شهید شکسته بود و داغ‌های سیاه در قفس سینه‌اش دیده می‌شدند. میرحیات یعقوبوف رئیس موقتی تاجیک صادرات بانک قصد کشتن عبدالمؤمن آیف سردار خدمات حفظ مهنت مدافع گرجدنی و نظارت بخطری از سوختار بانک را کرده است. طور آیف میگوید که این حادثه 1 هفته قبل 8 اوگوست در بینای تاجیک صادرات بانک رخ داده است. رئیس موقتی بانک کارمندش را در نصب کردن ژوچاک، دستگاهی مخصوصی ثبت ویدیویی که به طور پنهانی در هر یک اتاق کاری گذاشته شده است متهم کرده در نزد 10 نفر کارمندان دیگر از گلویش گرفته بر روی میز زده است. حالا آیف در بیمارخانه قریه بالا بستری بوده میگوید که استرس برداشته است و از امنیتش نگران است. بیا در اومدم که مأموریت موقتی بانک تعیین کردگیان در همونجا 4-5 کس ویا بود. 2-3 کس کارگرای پیشینه بانک در همونجا ایستادگی. در اومدم یک پرونده در همونجا کشاله. من راست گپ رئیس موقتی بانک یک بردو دیدم سوز نشناختم. در اومدم همه اونجا در راستو نگاه که ایستاده بودم. یک آدم شاید مبین همون من نشناختم سوزم رئیس موقتی بود یعقوبوف میرحیات گفت که ایچیه گفته بود ایمه خرطکم قپید گرفته برده در بالای یک ستول ایمه گلوم خفه کرد همه جقیده ایستاده گپ زن ایره قطی کی موندی برای چی موندی ماهور شما جوچوک موندین گوش میکنین بعد همه خیلی امکانیت نمیده که من گپ هم بزنم مرا خواه کرده که قرطاق با جقیده ایزده و هویم نمیده که قرطاقم آزاد شده قریب بود که مرده ایستادم نفسم گرفته ایستاده قریب همونجا همگی کارگرای موقتی 10-12 کس و کارگرای بانک و سرداری دپارتمنتی بخطری بانک سرداری خدماتی بخطری بانک حتی نمیان خلاص کنم بگن که تو برای چی ایده خلقه ایستادی. بعد یکی بود که خودش چی کرد. نزدیکان میرحیات یعقوبوف میگویند که او کادر جمالالدین نورالیف داماد امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. محض با تقاضای نورالیف به وظیفه رئیسی موقتی تاجیک صادرات بانک آمد. نورالیف با کماندش میخواهد با محدود کردن ثبت قرض بانک ملی با بانک‌های بزرگ خصوصی تاجیکستان آنها را از فضای بانکداری پیش کند و بانک‌های خود را رونق دهد. اما بگاهی امروز دفتر مطبوعاتی تاجیک صادرات بانک با پخش یک اظهارات خبر لطوکوبی آیف را به اساس خواند. جمیله کامیلووا ساکن شهر دوشنبه که $4,500 پولش از اگروینوست بانک گم شده است میگوید نمیداند با طبابت فرزندانش مشغول شود یا با بحث با این بانک. جمیله کامیلووا برای طبابت فرزندانش در هندوستان از مردم کمک خواسته و در اگروینوست بانک صورت حساب باز میکند که حدود $4,500 مبلغ جمع می شود. وقتی در کلینیک ارتویس شهر گورگاون هندوستان میخواهد توسط کارت پلاستیکی اگروینوست بانک معالجه 10 روزه فرزندانش را پرداخت کند با او میگویند که کارتش کارناشایم است. من در خود همون بیمارخانه بودم کلینیک ارتویس و باید که باز 10 روزه پول طبابت را مبلغشو میسپاریدم. وقتی که همه حجت‌های تیار کردند از کامپیوتر چاپ کرده برآوردند و به من اون ترمینال پولگذارانه که پیشنهاد نمودند که کارتتان مانده پین کدتان گرفته مبلغ را سپارید
در همان وقت من فهمیدم که کارت من بسته شد. نیم ساعت پس با اپام زنگ زدم و همین حالت را با آنها فهماندم و یا با خود اگروینوستبانک رفته از اون معلومات پیدا کردن که از کارت من پول در دولت خطای گرفته شده است. جمیله کامیلووا با اگروینوستبانک نامه می نویسد، اما اگروینوستبانک در پاسخش می گوید که پولها برگردانیده نخواهد شد چون آنها را با عیب خود جمیله دزدیده اند. اما دزدی با استفاده رمز کارت جمیله در چین صورت گرفته است. تا یک اندازه از به احتیاطی خودشان شدگی است. این حالت دزدی شدگی است از صورت حساب همین زن با پین کد همین زن. این همون دزد قلاب شاید هنگامی استفاده بردن جمیله از بانکمات و به همون دستگاه مخصوصی که میتوند نسخه برداشتن کارت همین جمیله را همین عملیات کرده است، البته جمیله بخبر. خانم کامیلووا میگوید با دادستانی، دادگاه، دستگاه رئیس جمهور و بانک ملی در این موضوع شکایت برده است، اما تا حال پاسخی نگرفته است. هم بانک اتکاب زدم، پاگوش با عریضه سپردم، هم با پروکراتور گنرالی، هم با وزارت کارهای داخلی، هم با سفارتخانه با وزارت کارهای خارجی یک مکتوب روانه کرد روی این حادثه، هم با حکومت و پرزیدنت در همون فیسبوک نوشته بودم که همه حادثه جای دارد و به من کمک رسانید. جمیله میگوید قبلا هم با مسئولیت ناشناسی مقامات تاجیکستان روبرو شده است و امیدش خیلی کم است. فرزندان او در نتیجه یک خطای طبیبان سال 2007 در خوجند معتاد می شوند و او به دادگاه مراجعت می کند. دادگاه قرار صادر می کند باید طبیب و بیمارخانه به او جبران ضرر معنوی و مبلغ معالجه من بعده فرزندانش را بپردازند، اما تا سال 2011 هیچ مبلغ پرداخت نمی شود. جمیله سال 2011 به پاچت الکترونی رئیس جمهور مکتوب می فرستد. از سال 2011 تا امروزها او دهها مکتوب به دستگاه اجرایی رئیس جمهور، وزارت عدلیه، شورای عدلیه و غیره ارسال می کند. سال 2007 این فرزندای من تولد شدن نقض بودن. سرچم 5.5 ساله بود، دخترچم 4.5 ساله بود. من به لین‌آباد به خانه بیبی‌شان روانه کردم و در آنجا پسرم باید مکتب میرفت در شهر دوشنبه. ما در آنجا گفتم در همین کلینیکو از کرم معده آن را تبابت کنیم. دکتر گفت که این همش اویلوی می باشد و باید که دخترچه‌ام هم تبابت کنیم. ما دو فرزند تبابت کردیم. 3 روز بعد فرزندا از دست و پا ماندم، دیگر راه نگشتم. بعد از آن سود بود، حکم برآمد نسبت دکتر. بعد از آن با یک سود گرجدنی بود که باید که به من ضرر رسانیده شده را معنوی و مادی را وای میکرد. نه که یکم سامانی به من دادگی نیست همون دکتر. من سال 2011 یکم بار به پرزیدنت نامه کردگی بودم، با پاچت پرزیدنت روانه کردگی بودم که همین اجرا نشده قرار سود و به من کمک رسانید که قرار سود اجرا شود. از سال 2011 من نامه می نویسم با پرزیدنت و وزیر عدلیه که به من کمک رسانید، با شورای عدلیه که به من کمک رسانید به همین حلنامه سود اجرا شود و دکتر به من قرضش را دهد. تا حال اجرا نشده، همون حلنامه سود تا حال اجرا نشده. تا آنکه هر ماه دکتر به غرض از ضرر معنوی هر ماه باید که از سال 2009 که همین حلنامه ماهی سپتامبر برآمد، هر ماه باید که 550 تومانی تنها برای خوراک سپارد. هر ماه از سال 2009 این اکن حساب کنید این خطابه چند با
فقط و ضرر مادی و معنوی با این از چند جمع شدگی خرج است. исмоил талбаков намояндаи ассотсиатсияи бонкҳои тоҷикистон ба радиои озодӣ гуфтааст бонк вазифадор аст пулҳои гумшудаи мизоҷашро пардозад чун кафолати амонатдорӣ ба уҳдаи бонк мебошад. барои нигоҳ доштани маблағи мизоҷ банк ҷавобгар аст ҳам дар ҳолати ҳамчун депозит мондан ва ҳамчун барои нигоҳдорӣ мондан аз банк ба кадом восита вай ғайб мезанад ва я ба воситаи хатеро мегӯем ба воситаи миён мешикананд ё мегиранд ё ки ба дигар сура ҳисоба мезананд ин масъулияти банк аст ва банк ҷавобгарда ба зиммаи худаш дорад шак намад. ҳатман ин бонк маҷбур ба пардохти пулҳои ҷамила комилова хоҳад шуд. аммо оё касе минбаъд ба агроинвестбонк бовар хоҳад кард? суоли матраҳ аст. бинандагони азиз, ҳоло шуморо ба бархе аз хабарҳои дигари минтақа ва ҷаҳон мухтасар ошно месозем. раёсати тафтишоти ҷиноятҳои вазнини прокуратураи Озарбойҷон ба муқобили ҷонибдорони Фатҳулло Гулен, рӯҳонии кӯдатогери турк парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст. дар айни замон Озарбойҷон ягона кишвар дар қаламрави пасошӯравист ки барои ҳамовозӣ бо Туркия нисбат ба касоне ки ҷонибдорони ғояҳои Гулен номида мешаванд, даст ба иқдоми амалӣ мезанад. фаъолияти муҳоҷирини меҳнатӣ дар вилояти Новосибирски Русия аз рӯи як қатор ихтисосҳо номумкин мегардад. бо қарори Владимир Горецкий, губернатори ин вилоят, кор дар истироҳатгоҳҳои тобистонаи кӯдакон, боғча, мактабҳо, соҳаи хӯроки кӯдакон ва истеҳсоли ғизоҳои кӯдаконаву маҳсулоти парҳезӣ барои муҳоҷирон мамнӯъ шудааст. бар асоси ин қарор барои хориҷиён кор дар нақлиёти мусофиркашонӣ, таксиву автобус ва дигар навъи нақлиёти мусофиркашон иҷозат дода намешавад. бар илова муҳоҷирон дигар наметавонанд ба ҳайси котиб, муҳаррир, тарҷумон, муҳосиб ва корманди соҳаи молия кор кунанд. раис ҷумҳури Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама дар як шом барои маъракаи пеш аз интихоботии номзад ба раис ҷумҳури ин кишвар Ҳиллари Клинтон $600,000 ҷамъ кардааст. дар ин бора оҷонсии хабарии Reuters хабар медиҳад. Обама таътили дурӯзаи худро ба хотири ҷамъоварии маблағ ба номзад аз ҳизби демократӣ Ҳиллари Клинтон қатъ намуда, бо 6 маблағгузор дар ҷазираи Мартас Виньярди иёлати Массачусетс вохӯрӣ ташкил кардааст. ҳар як аз ширкаткунандагони вохӯрӣ розӣ шуданд барои дастгирии хонум Ҳиллари $10,000 пардохт кунанд. инҷо ба поёни барномаи хабари Паёмнюз расидем. то бахши навбатӣ худо нигаҳдоратон.